تا حالا شده یهویی خودتو تنها کنار یه زن ببینی، اون لحظه‌ای که فضا یه ذره ساکت میشه، یه مکث کوتاه، یه حس عجیب، یه انرژی ظریف بینتون رد و بدل میشه. نه بهت نگاه مستقیم میکنه نه فرار میکنه، فقط یه اتفاق بینتون هست و تو از خودت میپرسی که الان باید چیکار کنم که هم جذب کننده باشه هم زیاد فشار نیاره. این دقیقاً همونجاست که بیشتر مردا خرابش میکنن، یا زیادی صمیمی میشن یا زیادی رسمی، یا زیادی تلاش یا هیچی نمیگن. ولی مردایی که زنها ناخودآگاه جذبشون میشن اونایی هستن که فضا رو با چند حرکت ساده مدیریت میکنن و همین چند حرکت میتونه یه مکالمه ساده رو تبدیل کنه به یه اتصال جذاب و مردونه. بریم سر اصل کار. ممنون میشم اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنی. حرکت شماره 1، ورود بی عجله اما با حضور. وقتی کنار یه زن تنها میری اولین ثانیه ها مهمترینن. نه عجله داشته باش، نه شتاب زده عمل کن، نه پر کردن سریع فضا رو انجام بده. فقط ورودت آروم با ریتم خودت باشه. چرا این جذابه؟ چون زنها با انرژی تو هماهنگ میشن. وقتی تو آرومی رفتار نرم ولی مطمئن نشون میدی، پیام میرسه بهش که من این فضا رو کنترل میکنم، نه اینکه فضا منو کنترل کنه. این یعنی مردانگی بدون زور. حرکت شماره 2، نگاه کوتاه به علاوه یه لبخند محو. نه خیره شو نه بی تفاوت باش. یه نگاه یه ثانیه‌ای، یه لبخند گوشه لب، فقط همین. این یعنی تو اعتماد به نفس داری اما دنبال تایید نیستی. حضورشو دیدی ولی ازش اجازه نمیخوای. زنها جویای مردایین که میبینن بدون اینکه فشار بیارن. حرکت شماره 3، جای راحت سازی محیطی نه احساسی. مردایی که سری میپرسن خوبی؟ حالت خوبه؟ اذیت نشدی؟ معمولا جذابیتشون رو سری میکشن پایین. تو باید کاری کنی که محیط براش راحت تر بشه نه احساسش. مثالش هم جابجا کردن لیوانی که مزاحمه، مرتب کردن فضای کوچیک جلوش، هل دادن صندلی با یه جمله کوتاه. اگه اینجا راحت تری بفرما. این یعنی توجه بدون نیاز و این توجه جذابه ولی وابسته کننده نیستش. حرکت شماره 4، شروع مکالمه با تفاوت، نه کلیشه. نه چی کار میکنی، نه روزت چطور بود، نه اهل کجایی. این سوالا قبل از شروع مردن داداش. تو باید گفتگو رو از فضای لحظه شروع بکنی. مثالش هم انگار اینجا با نور مشکل داره، هر گوشش یه اخلاق داره. صدای این موزیک آدمو بین خواب و بیداری گیر میندازه. حس میکنم اینجا طراحیشو یه نفر انجام داده که عجله داشته. این نوع شروع مکالمه ها فشار نمیاره ولی در رو برات باز میکنه. حرکت شماره 5، هدایت انرژی نه دنبال انرژی رفتن. در تنهایی انرژی فضا سیاله. اگه تو دنبال انرژی اون بری جذابیتت میریزه. اگه تو انرژی رو هدایت کنی جذابیتت میره بالا. چطور هدایت کنی؟ با مکث های کوتاه، با حرکات آهسته، با جمله های کوتاه، با تون صدای پایینتر از حد معمول. این یعنی تو انتخاب میکنی چی اتفاق بیفته نه شرایط و این دقیقاً کاریه که زنها ازش جذب میشن. حرکت شماره 6، شوخی ریز ولی هدفمند. چیزی که قفل یخ رو آب میکنه. وقتی تنها شدی زنها یه چیزو خیلی سریع میفهمن. این مرد بلد فضا رو سبک کنه یا نه. تو باید یه شوخی ریز بزنی، نه سنگین، نه دلغک بازی باشه نه جنسی. یه شوخی که نشون بده تو از فضا نمیترسی، از سکوت فرار نمیکنی و قدرت اینو داری که فضا رو گرمتر و راحت‌تر کنی. مثلا اگه 5 دقیقه دیگه اینجا تنها بمونیم، فکر کنم این میز شروع میکنه درباره رازهای زندگیمون سوال پرسیدن. این شوخی چند پیام پنهان داره. تو بالغانه‌ای بچه بازی نمی‌کنی. ریتمت آرومه، نیاز نداری جلب توجه کنی. قدرت مدیریت فضا رو داری، از هیچی نمیترسی. زنها با این احساس ارتباط میگیرن که این مرد خودش است، ادا در نمیاره و این یعنی جذابیت واقعی. حرکت شماره 7، توجه به جزئیات محیط نه خودش. تکنیک احترام به علاوه جذابیت. وقتی تنها شدی زنها ناخودآگاه مراقب میشن ببینن نگاهت کجاست. اگه نگاهت هر 2 ثانیه روی بدنش زوم کنه تمام جذابیتت از بین میره. کاری که مرد جذاب میکنه اینه، به جای زل زدن به اون به محیط اشاره میکنه. مثلا این نور یه جوریه که انگار هر کی اینجا میشینه نویسنده میشه، یا اینکه این موسیقی خیلی آرومه، حس میکنم الان باید یه کتاب از کیفم در بیارم. این باعث میشه دفاعش پایین بیاد، احساس امنیت کنه، حس کنه با یه مرد بالغ و محترم طرفه و عجیبتر از همه به تو بیشتر توجه کنه. چون وقتی روز زوم نمی‌کنی ذهنش میگه این چرا عجله نداره، چرا نگاهی سنگین نیست و دقیقاً همونجا جذبت میشه. حرکت شماره 8، سکوت راحت، اسلحه پنهان مرد جذابه. 90% مردها وقتی تنها میشن میترسن سکوت ایجاد بشه.
برای همین الکی حرف میزنن، بحث زورکی باز میکنن یا شروع میکنن توضیح دادن درباره خودشون. اما مرد قدرتمند از سکوت نمیترسه. تو باید ریلکس باشی، یه لحظه مکس کنی، بذاری فضا نفس بکشه. این پیامو بهش میده که من برای با ارزش بودن به پرحرفی نیاز ندارم. زنها از این سکوت مطمئن دیوونه میشن، چون حس امنیت میده، حس بلوغ میده، نشون میده تو خودتو گم نمیکنی و مهمتر از همه انرژی جذابی به فضا میاره. این سکوت آدمیه که کمبود نداره و هر زنی با این انرژی درگیر میشه. حرکت شماره 9. یه سوال هوشمند، نه بازجویی، نه صمیمیت مصنوعی. وارد سوالهای شخصی نشو، فقط یه سوال کوتاه، ساده اما عمیق بپرس. مثلا اگه الان میتونستی یه جای دیگه باشی کجا رو انتخاب میکردی؟ این سوال 3 کار فوق‌العاده رو همزمان انجام میده. 1. فکرشو درگیر میکنه. 2. فضا رو صمیمی میکنه بدون فشار آوردن. 3. باعث میشه خودش بیشتر باز بشه بدون اینکه حس کنی داری ازش اطلاعات میکشی. مکالمه رو طبیعی میبره به سمت حس ها، سلیقه ها، دنیای ذهنیش و این دقیقاً همون جایی که جذب شکل میگیره. حرکت شماره 10. خروج کاریزماتیک، ضربه آخر جذابیته. خیلی‌ها فکر میکنن جذابیت فقط توی شروعه. نه رفیق، خروج تو 50% اثر نهایی رو میذاره. وقتی میخوای بری بلند شو، آروم، لبخند سبک بزن، مستقیم و محترمانه بگو وقت خوبی بود، امیدوارم ادامه داشته باشه. نه خواهش کردی، نه فشار آوردی، نه شماره بده، نه یادت پیام بده ها. فقط یه خداحافظی با اعتماد به نفس. این حس رو بهش منتقل میکنه که من بودم، خوش گذشت، ولی زندگی من بزرگتر از این لحظه است. این برای زنها فوق‌العاده جذابه، چون نشون میده تو به خودت متکی، میتونی بری بدون اینکه نیاز داشته باشی. ارزشت جای دیگه ای تعریف میشه و همین باعث میشه بعد از رفتن ذهنش درگیر تو بشه. یه جنبندی کلی از مطالبی که تا الان توی ویدیو ارائه دادیم داشته باشیم. وقتی با یه زن تنها میشی، اون لحظه یه تست پنهانه. ببینه تو کاراکتر داری یا میلرزی، نگاهت محترمانه یا عجله داری، سکوت رو هدایت میکنی یا ازش میگریزی، انرژی فضا رو بالا میبری یا خراب میکنی. مردی که این 10 حرکت رو بلده، نه بازی در میاره، نه نقش بازی میکنه، نه فشار میاره، فقط نسخه قوی‌تر خودشه و اون نسخه ناخودآگاه جذابیت میسازه. خب رفیق، حالا نوبت توه. تا حالا پیش اومده با یه زن تنها بشو ندونی چیکار کنی، یا اتفاقا حرکتی زدی که فضا رو بهتر یا بدتر کرده باشه؟ برام توی کامنت بنویس. تجربه ها خیلی خفن‌تر از چیزی که فکر میکنی. و اگه میخوای قسمت بعدی رو بسازم، وقتی یه زن شروع میکنه سیگنال جذبی میده دقیقاً چطور بفهمیش، یه قسمت بعدی زیر همین کامنت برام بنویس. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید و ویدیو رو تا آخرش تماشا کردید. ممنون میشم اگه از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. میتونید ویدیوهای جذاب دیگه کانال رو هم ببینید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.